فاسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. ابن حجر آورده در مشکات المصابیح که تخریج شده به ابن حبان الفکری صحیح سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نواليهم ونقبس من هداه. برنامه صحیح است. في مشارعنا الحساب. شیخ البانی دیگه شیخ البانی میگم خدا رحمتش کنه. خیلی شیخ البانی آدم زد بره کار خراب میشه. هیچی نمیمونه. گفته میگم که رقمی کده بری میگم والا اگه سیرت و چیز تاریخ اسلام هیچی بالا. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجاها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنى المعاني وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه نسیم رحمت. در این لحظات مبارکی که آخرین روزهای ماه مبارک رمضان را پشت سر میگذاریم. موضوع برنامه امروز ما اسلام و خانواده است. اهمیت خانواده در اسلام، این جامعه و مجتمع کوچکی که متشکل از پدر و مادر و فرزندان می باشد. الله سبحانه و تعالی تشکیل خانواده را یکی از آیات و نشانه های قدرت خود می داند.
الله سبحانه و تعالی میفرماید که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه. تشکیل خانواده، ساختن یک خانواده مؤمن، مسلمان و متدین که مملو از سعادت و خوشبختی باشد، یکی از اهداف دین مبین اسلام است. با این موضوع در خدمت جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد هستیم که عرض سلام و ادب و خوش آمدید داریم. جزاکم الله خیرا استاد. الله شما را حفظ بکنه. بارک الله. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و لمن دعا بدعوته الی یوم الدین. استاد، طبیعی است که تشکیل خانواده یک امر فطری است و غیر ضروری است و هر کس شاید از دیدگاه خود به او ببینه. درست. اسلام به عنوان یک دینی که روابط انسان را با خدا و با خود و با مخلوق تنظیم میکنه، قضیه تنظیم خانواده و تشکیل خانواده را از مهمترین قضایای مقاصدی در شریعت میدونه و با تعبیر دیگر خشت اول یک اجتماع است. بناهن پیامبر ما علیه السلام و نصوص قرآنی به شکل مستقیم و غیر مستقیم به این پرداخته است و اصل قضیه خو همانا حفظ تداوم نسل و تأمین سلامتی روانی افراد است. درست. اصل تشکیل خانواده هدفش همانا نشر و بقای همین اسلام باید باشه. زیرا ما شما میفهمیم که اسلام از جمله مفاهیم است و مفاهیم در حیز اعراض نمایش داده میشه. بنابراین در اسلام در مسلمان دیده میشه. مسلمان نباشه در حقیقت اسلامی نیست. بنابراین باید خانواده مسلمان که تداوم اسلام را در حقیقت به نمایش میگذارد، از این خاطر اسلام با او توجه بیشتر دارد. درست. که این کیان باید حفظ شود و دساتیر مشخص خود را برای نشر و بقا و اهمیت از این دین لازمی میداند. اولین خانواده هم، اولین انسان هم به شکل خانواده الله سبحانه و تعالی آفرید، آدم و حوا علیهم السلام. و برش گفت که تو نمیتونی تنها باشی. درست. انس باید بگیری. روی اساس است که طبیعتاً فطرتاً انسان به طرف تشکیل خانواده میره. بس فرق انسان و حیوان در اینجاست. درست. که حیوان تشکیل خانوادهش موقت است و غیر ضروری است. بعد از اون کاری ندارد. که اطفالی که به اصطلاح چوچه هایی که به دنیا میاره، این مجرد کلامش که دیگه روابط هم گسسته است. دیگه چیزی آدم نمیده. انسان به عنوان گل سرسبد مخلوق و خلیفه خدا در روی زمین، بعضی که فرقش با حیوان شود، یک سلسله دساتیر طبیعتاً دارد. درست. یعنی هیچ دینی نیست مگری که برای تشکیل خانواده یک سلسله پیام هایی دارد. هیچ دینی نیست و یک سلسله قیودات و یک سلسله پیام ها و یک سلسله اوامر نواهی دارد. حتی مصلحینی هم که در طول تاریخ بودن غیر از انبیا که پیام های دینی هم نداشتن، یعنی اهمیت خانواده را احساس کردن. قطعا. از این خاطر میگیم که انسان مدنی به طبع است. درست. تنها نمیتونه زندگی بکنه. پس وقتی که یک اجتماع زندگی میکنه، اجتماع کوچکتر را نیاز داره که در اوج آزاد باشد و اعتماد کلی داشته باشد. ماشاءالله. هم بر مالش، هم بر جانش، هم بر عواطفش، هم بر شخصیتش. و جز امید خانواده‌ای که ما تعبیرش میکنیم که مراد از پدر و مادر و خواهر و برادر و اینه دیگه کسی نیست. دیجا باید بسیار زیاد مهر و محبت و عواطف و احساس باید، زیبایی باید باشد. ولی چطور میتونیم که بینی هدف هم عواطف خود برسیم و هم به غرایز خود برسیم و هم به اعتمادی که لازم است به او برسیم و هم به سکونی که در حقیقت روان ما را آرامش ببخشد به او برسیم. تشکیل خانواده یک امر لازمی میشه، یک امر مهم. همچنین ساختن نسل آینده‌ای که جامعه اداره. از این خاطر است که یک حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار تعبیر جالب میکنه، میگه تنکح المرأة لأربع: لمالها و لحسبها و جمالها و لدینها. طبیعتا فطرت انسانی هم تو کشش داره که
یک انسان که به نکاح میگیرد یک دختری را، یا به خاطر مالش است، یا به خاطر حسب و نسبش است، یا به خاطر زیباییش است، و یا هم به خاطر دین است. پیامبر میگه فاظفر بذات الدین تربت یداک، کامیابی بر خانواده دیندار حاصل کن، دستت به خاک شود. چرا چنین کار نمی‌کنی؟ این در حقیقت دستت به خاک شود. چرا چنین کار نمی‌کنی؟ چرا دیگه متوجه نیست؟ پس اول نقطه‌ای که حرکت انطلاقی شروع میشه از اینجاست که هر کسی که میخواهد یک زندگی با اعتماد و زیبا و خوبی داشته باشد فاظفر بذات الدین. درست است که حسب جای خود را دارد، درست است که مال جای خود را دارد، درست است که زیبایی جای خود را دارد، کلش محترم است و کلش ملحوظ است، ولی در رأس قمه باید چی بتیم؟ باید اهمیت دین را بتیم. یعنی همون خشت اول ساختن یک خانواده خوب، سعادتمند، با مادر خوب. مادر خوب بوده باشه همه چیز خوب میشه. از این خاطر ما در سیرت وقتی که داخل میشیم از شخصیت هایی که دنیا اسلام او را به دنیا معرفی کرده پشت سرش مادرش هست. درست. هر کسی که به خاطر هم در عربی میگن الام مدرسه. الام مدرسه. میگن که حضرت معاویه رضی الله عنه یه خرد بود در آغوش مادرش، یک نفر تا تیر میشه ایره که میبینی یک طفل بسیار بشاش و بسیار مطمئن با کشش گفت که انه سیسود قومه. مادرش میگه اذن سکلت. این تفلک قومش رهبری میکنه، جان و مرگ شود اگه این کار بکنه. حیران مان که من خیلی خوب سخن گفتم در حق از این طفل. گفت چرا چنین گفتی؟ گفت نه انما نربیه لیسود العالم. سبحان الله. ما خو میخوام بچه دنیا را رهبری کنه، تو اول دیره در قوم مختصر کردی. یعنی امو زن از بسیار رهبرای دنیا که نمیفهمید که در قوم خود میچرخه، در قریه خود میچرخه. متاسفانه. به همین شکل امام بخاری رحمت الله علیه و هم تو تربیت کرد که تو آدم شد. تو آدم شد حضرت معاویه. یقینا نصف دنیا را رهبری کرد و جالب رهبری هم کرد. ذکر امام بخاری را کردید. واقعا ائمه ما هم یعنی خیلی از بزرگان دین ما میبینیم یتیمانی بودن که مادرانشان با مراتب علمی رسوندن. امام احمد رحمت الله علیه مادرش، یعنی تو حساب کرده برین و پشت سرش استپایی گمنام زن است. درست. یا ایچی کرده. از این خاطر است که اگر تاریخ را مطالعه بکنیم باور بکنین هر شخصیت علمی، هر قائد و رهبر در ورایش مادرش است، در ورایش کسی است زن است که نه در حقیقت تکیه میتدر متوجهش میکنه. بنابراین پیامبر میگه که فاظفر بذات الدین تربت یداک، به خانواده دیندار کامیابی حاصل کن. چیزی که امروز آخرین گزینه است برای مردم. متاسفانه. حالا که وقتی که یک بر ما چی داد؟ دین اساس قرار داد. اگر زن دیندار شود بعد احادیث دیگه داریم که بسیار توضیح بیشتر میده، ما وقت قضیات نداریم که اگر خانواده دیندار بود سکونی واقعی میاد. درست. بعد امام نسائی، احمد، ابو داود حدیث دیگری از رسول علیه السلام برای ما معرفی میکنه که پیامبر فرمود تزوجوا الودود الولود فانی اباهی بکم الامم. شما کوشش بکنید با زنی که دوست داشتنی است، محبت میده، با او عروسی بکن. و زنی که بر شما اولاد میارد. زیرا ما با کثرت امت خود مینازم، افتخار میکنم. پس اساس چی شد؟ اساس هدف در تشکیل خانواده ای شد که ما عروسی میکنیم، تشکیل خانواده میدیم تا امت رسول الله بیشتر شد، تا دین ما بیشتر نشر شد، تا افتخار پیامبر را در حقیقت ما برش کم میکنیم و ما سهم در این افتخار داشته باشیم. این نقطه اساسی و زیربنای کل قضیه است. حالا چه دوکنه به این میرسیم؟ به این وقتی میرسیم که ما در انتخاب همسر خود مشوره بکنیم. یعنی در حقیقت بپالیم خانواده دیندار رو.
استفاده بکنیم از هر کس. چگونه به یک خانواده دیندار دست پیدا میکنیم؟ یک مشوره بکنیم با والدین خود، یک مشوره بکنیم با کسایی که کردار هستند، یک مشوره بکنیم همین انتخاب درست است نیست. از این خاطر من میخوام یک تصحیح بکنم یک نقطه را. همین حدیثی که رسول علیه السلام میفرماید که شما استخاره بکنین در هر امر و اگر استخاره نکنین فلا یلومن الا نفسه. چه بس اوقات میشه ما مستقیم میدویم سر استخاره، در حالی که دو امر گذشته را نادیده میگیریم. اول انسان باید خودش فکر کنه درست که دمی شرایطی هست که تشکیل خانواده بوده، خودش باید بیاندیشه. یعنی غلط چی نکنه، اقدام نکنه، خودش یک بار ببینه که آیا میتونه که عروسی بکنه، تواناییش خوب است در این باب، میتونه کامیاب شه. بعد از اینکه خودش خود فکر کرد و برای خود نمره داد که بله خوب است، بعد مشوره میکنه همراه خانوادهش، بعد مشوره میکنه همراه دوستایش در رابطه با چی؟ انتخاب یک خانواده دیندار و معیارهایی که در دین است. زیبا است که دین که آمد بعد از اون قوارش هم خوب باشه، بعد مالش هم خوب باشه، خانوادهش هم خوب باشه. چیز زیبا خود دیگه هیچ نکته چی نیست. وقتی که از مشوره خلاص شدیم بعد بریم استخاره بکنیم. استخاره که کردیم اقدام بکنیم، ان شاء الله خداوند متعال برکت میگذاره. بنان خانواده در حقیقت تشکیل خانواده برای از که انسان سکون داشته باشد، آرامی داشته باشد و سیرت رسول علیه السلام امیر به ما میده. هنگامی که مبارک عروسی کرد با حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها و ارضاها، یعنی این زن مؤمن چنان از پیامبر پاسداری کرده، چنان پاسداری کرده که مشکل بیرون که برش دیده میشد و جنجالی که میدید، این با چنان اخلاق از پیامبر مواظبت کرده و استقبال کرده که غم بیرونش برش کم میکرد. سبحان الله. و در حقیقت مثل که گویا هیچ کاری نشد، در حالی که بیرون بسیار سخت بود، توهین بود، تحقیر بود، برش میگفت دیوانه است، کاهن است، شاعر است، نامه را سرش میگفت. شکنبه گوسفند را در گردن مبارکش انداخته، با خونش پر خونش کرده، هر کار کردن، ولی حضرت خدیجه خونش برش پاک میکرد مثل یک مادر. سبحان الله. چون مولانا زیباترین صحنه است که بعد از نزول وحی پیامبر صلی الله علیه و با حالت آشفته میان به خانه، همه بدنشان میلرزد، وحشت، هراس، یعنی حال. اگر زنای امروزی باشن تو را 100 دفعه نگفتیم دو جای بالا نرو، سری کو نرو، دو غاری اینجا میری شورو، این دیدی وضعیت شده. میاد پیامبر صلی الله علیه و در آغوش خود میگیره، میگه تو صله رحم میکنی، تو به فقرا کمک میکنی، خداوند تو را ضایع نمیکنه. یعنی واقعا تمثیل این صحنه با سبحان الله، سبحان الله. انتخاب نیک است. بله. انتخاب نیک است و دقیق است. وقتی که من انتخاب میبینم، بنان بعضی چیزها هست که وحی از قبل از وحی ارهاصات است. درست. قبل مقدمات کشف که خدا میکنه اما است. انتخاب حضرت خدیجه عادی نبود، دستن بسیار تفاوت. درست. ولی چرا انتخابش میکنه؟ و در این انتخاب چی برکتی؟ چی زیبایی؟ وقتی میاد که غیر از خدیجه کسی دیگر نیست در کنار پیامبر. بله. به این اساس است که قرآن کریم میگه که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یعنی عجیب است در آیه 20 سوره مبارکه روم است. و من آیاتی، از دلائل قدرت من سبحان و شناخت من امیسته که ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، از نسل خود شما برای شما همسرانتان آفرید. بعد گردانیم در مابین شما مودت و رحمت را، ایتو دوستی و ایتو شفقتی که سبحان الله تعجب انسان میکنه، این را پیدا میکنه. این فی ذلک لآیات، در این نشانی هاست لقوم یتفکرون، و گروهی که میاندیشند، تفکر میکنند. کسی که فکر میکند این میفهمه که
فکر مقدمه شد برای یافتن یک امر مهم دیگر. درست. پس اساس خانواده به خاطر چی شد؟ به خاطر سکون، به خاطر آرامی، به خاطر رسیدن به هدفی که پیامبر تعیین کرده، نشر اسلام و بقای یک جامعه منضبط، هدفمند و بیدار. وقتی که اساس شد، قرآن جای دیگری اهمیت از تشکیل خانواده را تثبیت میکن. در سوره مبارکه طه میگه وأمر اهلک بالصلاة وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بس خودت وأمر اهلک بالصلاة، خانواده تا به نماز دستور بده. واصطبر علیها، خودم سرش قائم باش، تربیت بار واصطبر علیها. در این هم سستی نکن، جدی باید بوده باشه. لا نسألک رزقا، ما خواست تو رزق کسی را پرسان نکردیم، نه از خودت نه از دیگران. درست. نحن نرزقک، ما رزق میدیم تو را. والعاقبة للتقوى، نتیجه و انجام نیکو از اهل تقواست. پس هرگاه خانواده متدین شد همه چیز خوب می شود. زیبایی پیدا می شود، سکون پیدا می شود، خوشی پیدا می شود. جناب مولانا، یعنی خیلی از ادیان، مذاهب، افکار معاصری رو که مطالعه میکنیم، هیچ کدامشان هدف از ایجاد خانواده رو به زیبایی قرآن بیان نمیکنن. مسائل جنسی است، مسائل عشق و هوا و هوس و این مسائل است. با چه زیباست قرآن که میگه که مودت، رحمت، سکون، کلا اصطلاحات عجیبی که واقعا تنها میشه در یک خانواده سعادتمند پیدا کرد. تو گفته میتونن چیزی که قرآن و اسلام در رابطه با انسان پیش میکنه در هیچ دین دیده نمیتونه. یعنی هیچ ذکری از مسائل شهوی و شهوات و چیزا نیست در ای آیه که در هیچ قانون مدنی دیده نمیتونه. قوانین خودش خشک است. قوانین خشک است. در کجا دیده میتونی که سکون، مودت و رحمت، همین سه کلمه را در کل قوانین پیدا کن؟ چون مسائل جنسی یک زمانی از بین میره. بله. زیبایی، عشق، هوا، هوس یک زمانی از بین میره، اما این چیزایی است که در تا آخر عمر میمونه. یقینا. چقدر مسئولیت میته. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا. سبحان. قوا انفسکم، خود و خانواده‌تون از آتش نگاه بکن. یعنی مسئولیت را پیشکش میکنه، تاکید قضیه را پیشکش نمیکنه. قضیه‌ای که بسیار مهم است، تشکیل خانواده یک امر طبیعی است و از طرف دیگری بسیار پاکیزه و طیب. درست. نباید او را تحریم کرد. و آیه الهی را در نظر بگیریم یا ایها الذین آمنوا لما لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. ما یک رواج داریم که مسئله تشکیل خانواده را در زمانی که ضرور است نادیده میگیریم. درست. بعد از او باز یک وقت که گپ از گپ گذشت، باز نام به دروغ میمانیم که والا من نمیخوایم وارسی بکنم. صحیح شد. افغانم که دیگه باز در گپ که بندمان خلاص. خصوصا این مشکل در خواهرای ما بیشتر است. درست. کسی به ما قصه کرد از برادرایی که در مصر درس خوانده بودن، یکی از خواهرها وقتی که به صنف 12 رسید کسی آمد خواستگار، بازو گفت که نه این نفر نمیگیرم، حداقل خود یک معین خوب باید باشه، کسی که باشه مرا قبول کنم. این مرحله تیر شد دیگه، او رخصت شد رفت فاکولته. در فاکولته که رفت که یک کسی باز آمد خواستگار، سرزو دیگه نامد، میگه نه ولی فاکولته خوان این سیال من است. درست. این مرحله هم گذشت، چون باز عروسی خو نبود، باید خودم مشغول میکرد سر یک کاری، رفت ماستری گرفت. ماستری گرفت تا که جا فارغ دیگه جا سفید شد، کم سفیدی آمد. کسی که آمد که خواستگاری کرد آلی حیران من نکرد، دستم به 12 نگرفتی، در فاکولته نگرفتی، آلی چی رقم بکنم. هر کس که میاد دیگه او از گذشته کرده بسیار کوچکتر است.
اما شخصیتش اجازهش نداد که وارسی بکنه. از این ماستری هم خلاص می شود. باز دیگه بیکار است، رفت دکترای خودش رو بکنه. دکترا رو هم خلاص کرد ولی هیچ کس دروازش باز نمیکنه. بعد میگه از قهر این شادنامه خود گرفت این سر میز رئیس فاکولته گذاشت و گفت خذ هذه الشهادات و اعطی زوجا واحدا. این کل شادنامه اصلی باشه یک دونه شوهر خوبته. سبحان الله. دیگه یک مشکل ما امی است که یک تعداد متوجه از قضیه نمیشه درست. و ایره نادیده میگیره و رد میکنه و در حالی که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زیبا است. امام ترمذی و ابن ماجه و حاکم روایت میکنه که پیامبر علیه السلام میفرماید اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. کسی که خواستگار برات آمد که از نظر دین و از نظر اخلاق خوب بود، بعد او پدر او ولی یا خودم دختر غیر مستقیم فزوجوه میگه به نکاح بدین. الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد عریض. اگه چنین کار نکنیم ببینیم که یک گپ عادی نیست، یک کلان فترن در زمین برپا میکنه، هم از نظر مریضی و هم از نظر بدبختی های بسیار بزرگ اخلاقی. روی اساس است که دین بر ما امیر میگه که لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. بزرگترین طیب چی است؟ تشکیل خانواده است. سکون در اوجاست، آرامی در اوجاست، رسیدن به اهداف بلند در اوجاست. شما باور بکن شاید بسیار اهداف را ما نتونیم به او برسیم، ولی اگر تشکیل خانواده را درست قدمش گذاشتیم ممکن فرزند تو هم اهداف تو را به دست بیاره. بازم از خودت است. روی اساس خواهش می است، هم از برادرها خواهش می است که به تأخیر نندازن قضیه تشکیل خانواده را به نام‌های بی‌معنای این و آن. هم به خواهرها همین پیام ماست. روی اساس وقتی که از این مرحله تیر میشه، طبیعی است که اسلام با جامعه‌ای که امروز به اصطلاح در غرب میبینیم یا در غیر اسلامی میبینیم، اسلام میگه که شما خطبه بکنید. درست. خطبه بکنید یعنی برین خواستگاری برین. شما در بینتون پت روابط را جور نکنید، بلکه باید خواستگاری بکنید. طبیعی که دیدن و یک رابطه ابتدایی در بین می باشه، در شکی نیست، ولی هدف از دیدن، هدف از این پیام کلش بهانانا تشکیل خانواده درست باید باشه. در اوجا وقتی که خواستگاری میکنی این حدیث را باید که والدین در نظر داشته باشد که اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. این باید اساسش باشه. بعد این کار نکنه که ولای بچه است، خانه نداره، این موتر نداره، این فلانه نداره، پول نداره، قضیه را ختم بکنه. زیرا این چیزی نیست، پول امروز است صبح نیست، ولی شخصیت ها محفوظ میمونه. و اینی که تثبیت کرده که امین نفر پولدار نمیشه، امین نفر صاحب یک زندگی نمیشه. این هم کلش طبیعی است که واضح که این کار صورت میگیره. پس بناهن خطبه و خواستگاری این در حقیقت اما اباحت همین امر را به ما نشان میده. یعنی قضیه حیوانی نیست، قضیه عادی نیست، قضیه کاملا با مسئولیت است، کاملا با یک هدف بسیار بلند و عمیق و دادن یک اهمیت به مقام زن که مرد باید پیشنهاد ازدواج بده و شروطی که برای ایجاد یک خانواده سالم و سعادتمند هست مهیا بکنه. طبیعی است. وقتی که خواستگاری میشه چند نکته در اینجا گذاشته میشه. اول دیدن است. درست. که این دیدن مستقیم هم میشه و غیر مستقیم هم میشه. درست. غیر مستقیم خود رواجای ما شماست. افغانستان رواج می است که دختر را مستقیم کسی نمید، بلکه مادرش، خواهرش، عمهش، خالش اینا میرن در خانه، همه چیز میبینن و پس که انتقال میتن همون پیام را. گرچه برداشت مخفی است که در این انتقال مفاهیم زیاد غلطی میکنن زنا. زیرا وقتی که کسی را جای رایی میکنی
تو یک نقاط زیرک کوچک را پیدا میگن که پس جواب را میره غالبا تو باید پشیمان شوی. یعنی بسیاری چی بلند را یا بچه قبلا گذاشته که اونا را ترسانده که اگه این تو قواره باشه تو باشه او دیگر بسیار مشکل است. جنابش مولانا یعنی ظاهر حدیث را ببینیم دیدن مستقیم است، مباشر است، یعنی اما بعد در جوامع ما شاید یک دوستا بود یادش بخیر از دانشگاه اسلامی هم فارغ التحصیل بود، بحث سر این قضیه رویت شرعی شد، گفت ولی اگر که خدا پیغمبرم گفته باشه ما قبول ندارم. یعنی گفته دیگه نهایت غیرت جاهلی است که مثلا در جوامع است. خیلی از مشکلات ها بعد از ازدواج سر همین قضیه رخ میده. بالا مادرم دیده بود من پسند نکردم، خوشم نیامد، گپ یا به جدایی میرسه یا به یک زندگی فلاکت بار یا مشکلاتی که بعداً پیش میاد. خوب نیست که همین مسئله در جامعه نهادینه بشه، ببینن در یک فضای سالم، در یک محیط سالم. اصلا اطلاع استاد امی افراطیت عجیبه که در جامعه ما هست، در این جامعه دیده نمیشه. حتی اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که انصاری آمد گفت یا از مهاجرین بود، دختر انصاری را خواستگاری کرد، بله گفت برو از سر دیوار ببینیش. یعنی شما فکر بکنید ما همیشه قدم را بالا میمانه، 2-3 قدم پیشتر از اسلام است. متاسفانه مشکل ماست و چطور حل بکنیم ضرورت داریم برای فهم صحیح دین. درست. فهم صحیح دین. اگر ما فهم صحیح دین را داشته باشیم بازی کار نمیکنه. خود پدر باز میگه که قضیه نیست، یک بار بشینین هر دویتون صحبت بکنیم. خود پدر شاید بگه، برادر شاید بگه، ولی الامر میگه یک بار ببینیم. خب دیگه گپ نیست. جالبی است که پیامبر علیه السلام میگه شما ببینین به همون جایی که سبب تحکیم ازدواجتان میشه. درست. طبیعی که یعنی بسیار مهم است، ولی رواجا یک بحث داریم میگه عقل چند جای خراب میشه بیچاره کار نمیده. درست. در یکی در تقلید بی معنا. یا تو تقلید بکنی یا تو راستی چی کن. یعنی چون مولانا در طول این تجربه سالهای عمر خود دیدم ازدواجی که این قضایای شرعی در نظر گرفته شده بود، در رویت شرعی بوده چه عادتاً بدون جنجال است، بدون مشکلات است، چون که طرف دیگه کسی را نمیتونه ملامت بکنه، اما کوچکترین مشکل پیش آمد میگه که مادر تو دیده بودی برای من نگفته بودی، یا خواهر یا به گردن خواهر یا به گردن پدر یا مادر میندازن. بله متاسفانه بنان خطبه یا خواستگاری به خاطر همین است که ببینه یکدیگر. درست. خانواده‌اش ببینه، نظامش ببینه، اخلاقش ببینه، روشش ببینه، کلی چیزا باید ببینه. خب اگر غیر مستقیم است در اینجا باید زنها متوجه بوده باشند که تو یک نتیجه غلط نبیارن که سبب از بین بردن چی شود. زیرا ما ملاک‌هایی داریم که یک جوان بر خود تعیین میکنه که از او نمیتونه پایین شود. یک سلسله تحسینیاتی هست که میشه که از او عقب بره انسان. بنان مهم است که این زنی که میره نمایندگی کسی را میکنه این باید درست نمایندگی بکنه. این نمایندگی نکنه که تعبیر به اصلاح تو شود که کسی بود که چه رقم زن میگه این شرایط بود، گفت که الحمدلله برات پیدا کردم، خوش شد، گفت شکر، کجاست؟ گفت انشالله جنت گرفتیم، اینجا پیدا میشه. یا شاید همون ملاک ها و معیارهای مادر با پسر فرق بکنه. قطعا میگم. از این خاطر من عملا میبینم که یگان بار غلط تعبیر میشه، نمایندگی رسایی نمیکنه. درست. نمایندگی رو باید درست بکنه و دوم زمینه رو مساعد بکنه برای دیدن مستقیم. درست. این زمینه رو مساعد بکنه. در این خیر است. در این خیر است انشاءالله. اگر و همین خطبه همین خواستگاری در حقیقت ابهت و عظمت همین قضیه را نشان میده. پس اگر ما در وقت مناسب اقدام به خواستگاری بکنیم به هر دو خوب است، هم بر دختر خوب است و هم برای بچه خوب است. و پیغمبر ما علیه السلام برای حضرت علی کرم الله وجهه یک نصیحت میکنه، میگه ثلاثه لا تتأخر یا علی،
الصلاة اذا جاء وقتها والایم اذا وجدت لها کفوا. سبحان. سه چیز تأخیر نکنی. وقت نماز رسید فوراً بخوان. دختر جوان شد و سیال رو برش پیدا کردی، نکاح بدش. نکاح بدی. ضرور نیست کو بخوانی تو بیا. یا از اون طرف جوانها را یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. دیگه ایره و ضرور نیست که همیشه بر تو دخوانی. تو یک کسی را ببینی و شایسته باشه و نیکو باشه، شما این کار را بکن. ما از تاریخ خود بسیاری از این نمونه ها داریم. و متاسفانه یکی از غیرت های جاهلی ما همی است در جامعه ما که عیب میدانن که بله دختر خدا به کسی. پدر حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او خواستگار نبود، خواسترش در حقیقت خواستگاری کرد. بنابراین دو طرفه باید متوجه بوده باشم. هر پدر که دختر داره متوجه باشه که یک شوهر خوب برش پیدا شه. هر پدر که پسر دارد متوجه باشه که یک دختر خوب متدین برش پیدا شه. بنابراین این خواستگاری اگر به شکل درست صورت بگیره خشت قوی در خانواده گذاشته میشه و اینا باید هم مشوره کنن و بعد هم خوب فکر کنن و هم استخاره کنن. بس کار جناب مولانا برگردیم به این حدیث. بسیار معذرت میخوام اما یک موضوعات خیلی مهم است که در مشکلاتی که در جامعه وجود داره. من ترضون عن دینه و خلقه. متاسفانه امروز بعضی از خواهرای ما یا بعضی از خانواده مجردی که اگه انسان دیندار دیدن بدون این که در مورد اخلاقش یا مسئله اخلاق در نزد بعضیا خدای نکرده مثل شرابخور و زناکار و دزد و فاسق و فاجر، بعضی از اخلاقی هست که واقعا زندگی یک زناشویی را خراب میکنه. مثل بخل. خواهری با یک مرد بسیار مؤمن متدین ازدواج کرده، عاقبتش بعد از 1 سال به طلاق کشید، سبب بخل. میگفت با من مثلا 100 روپیه میداد، چنان حساب میگیره که دیگه زندگی رو سرم تلخ کرده بود، آخر جدا شدن از زندگی. مثل اخلاق در اینجا ذات دین نیست. ببینن که بدترین صفت در یک انسان مؤمن بخل است. و پیامبر علیه السلام میفرماید که بهترین صفت و چیزی که خدا او را دوست داره توحید است. انسان مؤمن باشد. بعد از ایمان چی است؟ امان خلاص بودن دست است. سخا است. بدترین چیزی که خدا او را ناپسند می‌داره شرک است. بعد از شرک چی است؟ بخل است. درست. بنابراین اخلاق یک مؤمن خود در همین نمایش داده میشه. یعنی وقتی که مؤمن که باید بشناسی، از کل قضیه باید معرفت داشته باشی. چرا ور خطا یک انسان باشه. یعنی تنها مجرد این که ملا است، عالم دین است، دعوتگر است یا از دانشگاه اسلامی فارغ است، این دلیل شدن نمیتونه. بله، این دلیل شدن نمیتونه. بلکه کل قضیه باید در گرفته شود. درست. ارگاه ما قضیه دین را و اخلاق را اصل قرار بدیم، دیگه چیز خود به خود میاد. خود به خود انشاءالله میاد. خب وقتی که نیچه شد خطبه درست صورت بگیره استاد و این موضوع تنظیم شود که بله یه دختر را باید اصلاح برای بچه میده. ما یک سلسله رواجا داریم و یک سلسله احکام دینی داریم. درست. اسلام که امی قبول که شد، یعنی آماده شدن مرد و خانواده، دیگه این چیزای دیگری که ما کشیدیم شیرینی خوری است و این به اصلاح گل است و الاخری و این موضوع را کلان کردیم. درست. دیگه دو حالت داریم استاد. اگر شرایط امروز رو فکر میکنیم، اگر وضعیت مسلمانان را و ضعف و چیزا را متوجه میشیم، ما در اون مرحله نیستیم که زیاد ترکیز بکنیم سر این موضوعات بی‌معنی. درست. بنابراین توصیه ما برای دوستا خمیسته که بیایم یک گل که در ابتدا دادیم، اما 10 نفر 5 نفری که بود، بعد از او قدم دوم مستقیم عروسی بگیریم. درست. این در بینش دیگه چیزا را نکشیم که شوخینه است، که عروس شیرینی خوری است و کمرشکن مصارف بی‌معنا را در اونجا جای بدیم. این کارا نکن، بلکه مستقیم. خب اگر الله متعال افغانستان هم آرام کرد و همه ما
یک زندگی زیبا داشتیم، خدا کنه که در رقم چیز دیگه جور بکنیم ما در اون مخالفت نمی کنیم، ولی شرایط فعلی یک شرایطی هست که باید در نظرش داشته باشیم. استاد وقتی که خطبه صورت میگیره و آماده شدیم برای از اینکه بله نکاح باید دیگه صورت بگیره، باز اسلام برای ما یک سلسله آداب دیگری نشان میده و جالبی است که حدیث داریم که ابن ماجه در سنن خود از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که اون که حتی عایشه ذات قرابت لها من الانصار، حضرت عایشه به یکی از خویشاوندای خود یکی از دخترای انصار را گرفت. در همین خوشی بودن دیگه، تویز که دیده میشد فجاء رسول صلی الله علیه و سلم فقال اهدیتم الفتات، به جوان دختر داده؟ قالو گفتن نه، بله کار خود کرده. قال ارسلتم معها من یتغنى، کسی رو برشرایی کردیم که امروز ساز بخوانه، موسیقی آواز بگوید؟ قالت گفت حضرت عایشه لا، این کار خود نکردیم زه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الانصار قوم فیهم غزل، رواج انصار همونطوره که اونا بسیار شعر و نواختن چیزها را دوست دارن. فلا بعثت معها من یقول اتیناکم اتیناکم فحیانا فحیاکم، کاش کسی رو این میکردن که همین ابیات میخوانم روش. پس امام احمد، نسائی و ترمذی حدیث دیگری را روایت میکنه که پیامبر علیه السلام میفرماید فصل ما بین الحلال و الحرام الدف، حلال حرام که از هم جدا میکنه چی است؟ دف است، یا دایره زدن بس، دایره زدن. و الصوت فی النکاح، و همون غزل است در نکاح. درست. حالا یه حدیث را که وقتی بگیریم بر ما ایره نشان میده که برای امت یک خشت پخته که با این مقدمات بزرگ شروع می شود، یک حفل باید گرفته شود، یک اعلان عمومی، یک اعلان هم گرفته شود. بازی اعلان چی رقم میگیری؟ پیغمبر ما علیه السلام در این باز میبینیم که حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه و ارضاه وقتی که در مدینه منوره آمد و مخاخات کرده بود پیغمبر علیه السلام، یکی از انصار برش میگه که من دو همسر دارم، یکیش بر طلاق میتونم امرش عروسی کنم، و میگه که نه مرا به بازار راهنمایی کن. درست. بازار میره، چند وقت تجارت میکنه، الله برش پول میده، بعد چی میکنه؟ عروسی میکنه. وقتی که عروسی میکنه طبیعیه که لباس یک چیز زیبای اوچت دیده میشه. پیامبر خدا گفت که نیکی عروسی کردی؟ گفت بله یا رسول الله. گفت اولم ولو بشات، برو ولیمه بدی ولو که یک گوسفند باشه. باید گوسفند چی بکنی. بدن این حدیث به ما میده که برای اعلان از این وصلت باید چی شود؟ یک ولیمه داده شود. درست. این ولیمه سنت است از سنن رسول علیه السلام، چون خود مبارک کرده و به دیگر را هم دستور داره. در این ولیمه نباید دیگه افراط صورت بگیره که متاسفانه در کشور ما اوج میگیره. شما باور بکنید تو عروسی هم در افغانستان دیده شده که تا 3000 نفر هم دعوت شده. درست. شما فکر و قیمت یک نان 1000، 3000 پر دیگه ضرب بزن در 1000 چقدر میشه؟ بنابراین این افراط نباید بکنیم، چیزی را باید در نظر داشته باشیم. اولین ولو بشات، کم نفر بخواه، خب اعلان مهم است و ما یک شبیقه خرج میکنن بعد داماد بیچاره بعد از زیر بار قرض یک عمر. یقینا. بنابراین مصارف بزرگ نباید باشد و افراطی هم نباشد که بعض مردم چی میگه او در ریالی مجلس عزاداری است که ما را خواندیم و یک دیگه حالا من خیلی خوب کار کردم، ختم قرآن کریم گرفتم. صحیح. ما برادر گلم یه عروسی است، یه خود جنازه نیست. دیگه پیامبر میگه که اهل النکاح بالدف، پیامبر میگه که چرا اتیناکم برش نگفتیم؟ یعنی درست است که موسیقی غلیظ بی معنا نباید باشه، ولی مجلس کو باید مجلس خوشی باید باشه. درست. مجلس تراوت باید بوده باشه. دیگه نباید کار را بکنیم که ولی از پیامبر خدا کده هم ما چی میگم؟ گفتم یک 2 قدم پیش هسته، از جان خود تعبیر کرده است. بند کردن همه عواطف
میره بند میکنه. عواطف نباید بشکنانیم، بگذاریم که رمضان رفت و هنوز اما این موضوع ازدواج و خواستگاری و چیزا خیلی جذاب است. میگن گپ ازدواج کلی بازم به تلویزیون نگاه میکنن. یک تعدادی که غلطی کرده اشتباهات خود میگیرن. آره کاش که اثر زندگی برگرده. دیگه استاد یکی اشتباهات بزرگ همون مصارف هنگفتی است که سبب شده برای از اینکه جمع از جوانا اقدام به عروسی نکنند. درست. و متاسفانه که نمیفهم که چرا این رقم کار میکنن. این کلانترین مشکلی هست که باید در نظر میگیرن. پیامبر خدا علیه السلام میفهمه که بهترین نکاح همون نکاحی است که اقلها معونتا، یعنی چیش کمتر بوده باشه، معونتش بارش کمتر باشه. متاسفانه یک تعداد این کار میکنن و این کار صحیح نیست. هر قدر ما مجلس را کوتاه بگیریم، خرچش کم بگیریم، از ولو که توانش داشته باشه، این بخیر است. درست. و نمونهش زندگی رسول علیه السلام است. نمونهش اما عروسی هایی است که اصحاب کرام کردن، سلف صالح ما کردن. درست. بحث دیگه است که اگر ما عروسی به این شرایط امروز میگیریم، یک مشکلی که الان خوی امیسته که در بعض جاها اختلاط است. درست. مجلس واحد میگیرن و در عین واحد بودنش زنها بسیار لباس خراب میپوشن. درست. و این در حقیقت برکت امون مجلس را از ما میگیرد، خیر امون مجلس را از ما میگیرد و فساد بسیار بزرگ رو در جامعه ایجاد میکنه. درست. پس وقتی که عروسی میشود حتما باید مکان جدا بوده باشه، جای باید جدا بوده باشه و خواهرای ما را باید بدانند و درک بکنند لباسی که در اونجا میپوشند و لباس باید صحیح بوده باشه. درست. لباس نباید بپوشند که بسیار بد و خراب باشه و الگوی غلط را در جامعه تقدیم بکنند، بلکه اما حرمت اما نکات را در نظر بگیرند. درست. بحث دیگه که مهم است اوست که ما در خواستگاری یک سلسله نکات را باید به نتیجه برسیم قبل از اینکه بگوییم که اینی گله بگی و این کار وصلت صورت کرد. درست. تصریح در اموجا بهترتر است نسبت به اینکه فردا ما باید مشکل رو بروشیم. از این خاطر ضروری میدانیم که قضیه مهر در اول باید مطرح شود قبل از اینکه ما موضوعات دیگر ما بسیار دیده شده و چون خودم در مجالس حاضر میشم در نکاح این مشکلات را مشاهده کردیم که به رنج و به غم و به بسیار بدی گراییده و هرگاه که شناخت تکمیل شد و اقدام شد زیباست که پدر دختر بگوید که من از شما 1 2 3 4 مطالبات دارم. درست. چقدر مهر میگیره نه مهر میگیره، کجا دخترم زندگی بکنه باید بفهم الاخری این قضیه را خلاص میکنه. درست. چقدر طلا میگیرن باید معلوم بوده باشه. اگر این چیزها را ما معلوم نکنیم و دقیق سرش نبیایم خود ما در حقیقت روش را به کار انداختیم که از اول خدا نخواسته سبب میشه که باز مشکلات پیدا شود. و اما بسیار زیاد جوانا را دیدیم که توانش بسیار ضعیف است و جانب مقابل را میشناسه ناتوان است، بعد برش میگه که تو باید 150 گرم زیورات طلا برمی میره سرش میمونه. خب بس کجا کنه همه خطا که من نمیفهم چون در فلانه جا باید جدا از پدر و مادر زندگی بکنه. چگونه بتانم؟ این اساس است که باید در نظر گرفته از یک طرف گرفتن مهر توسط پدر در حالی که این حق دختر است که از مشکلات دیگری که در جامعه است
بله. من نمیخوام استاد که امروز سر مهر بحث بکنم، میخوام که ایرا بگذاریم که کمک تفصیلی سرش فردا اگر خدا خواسته بود سرش بحث بیشتری صورت بگیره. ولی فعلا که من میخوام که این نقطه را باید ختم بکنیم که ما در وقتی که وصلت صورت میگیره، وقتی که اعلان نکاح می شود، قبل از اگر ما مهر را تعیین بکنیم که انشاءالله فردا سرش تفصیلی بحث کنیم، این بهترتر است. بحث نقطه دیگر استاد که ما از بدعت ها جلوگیری کنیم. یعنی بسیار جالب است، سیستم مسیحیت آمده سر ما سایه افکنده و ما عین شکل را او را تکرار میکنیم. رواج های بودیسم سر ما آمده او را تکرار میکنیم. سردو اثر را مرتب میکنیم. متاسفانه از این دوری بگیریم و اسلام که میگه که تشبه نکنین حرام است. خب اینی جای است که ما بس میگیم. به طور مثال چیزای خرافاتی میاد میگه آینه و مصحف است. ایره باز پیش یک مولوی سم میبره، من ایره هم ایران مانی که مولوی سری چی میخوانم و ایره آینه را دم خدای آینه را دم میکنه، خودش میکنه، بعد از بازی دختر و بچه یک دیگر خدا میبینه، باز قرآن میبینه. ای از کجا شد و از کجا آمد؟ طبیعی که از جای دیگری آمد. درست. ای از ما نیست. یا میخزد به عروس در یک کنج چادرش برش گندم، در دیگر کنجش برنج، در دیگر کنجش پیسه، همین تو چیزها را جمع میکنه، هایی را برش میگه که برکت را قد خود بخواند. سبحان الله. ای از کجا شد؟ بدترش از او که چی میکنه؟ پس می رود در عروس که به خانش می رود، باز از موتر یا از چی عدس پایین نمیشه. میگه باید یک چیز زفت خون باید ریختانده شد. خب گوسفند نبود. آخر شروع زندگی با شرک. آخر به مرغ میرسه. درست. و مرغ هم که با سرش کمک خون بکنن، با او خونه باید دبوت زن میزنه. یعنی چی گپ است؟ از کجا شدی رواج؟ این رو ببینیم که باز از یک تعداد از بودایت آمد، یک تعداد از مسیحیت آمد و سر ما تحقیق. تو یک چیز را میگر به نام کیک بریدن. درست. خب اگر ساتیری است، خب من مشکل دو نمیبینم، ولی یک سلسله چیزای دیگه سرش مرتب میکنه که جالب است. میگه اگر استادش میکنه در وقت بریدن، اگر بچه زود شد با تاثیر سایه از او سرسی میاد، او میگه تو نشین، او نشین، یک حالت عجیب و غریبی داره. اگر این رواش‌های اصلاح شود، یا آوردن خواننده و زن و مرد و رقص های مختلط و طبیعی است دیگر، طبیعی که کل چیزایی هست که با فطرت دینی ما جور نیست، ولی اما حد اعتدالش باید رعایت شود. حد اعتدالش. اگر ما این رواج‌ها را کنار بگذاریم، مصارف را تقلید ببخشیم، بدعت‌ها و خرافات را کنار بگذاریم و هر قدر کوشش بکنیم که مختصر قضیه بوده باشه، به همون اندازه ما مشکل اجتماعی خود را حل میکنیم. اگر این مصارف با این شور و شغفش باشد، در حقیقت خود ما برای بدبختی جامعه خود افزودیم و خود ما زمینه را مساعد کردیم که همون پیامبر خدا علیه السلام میفرماید تکن فتنة فی الارض و فساد عریض. خود باز یک بدبختی را ایجاد میکنیم که ایران میمانیم که از این بدنامی چطور بیرون شد. بناهن کوشش بکنیم که قضا را اصلاح بکنیم و از خود ما، از خانواده خود ما شروع بکنیم. ان شاء الله العزیز فیه خیر و جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم. زنده سلامت باشید. یک دفعه تمام شد. روزه هستم. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم. واقعا همونطور که گفتم صحبت‌های شما قدر شیرین است که انسان اصلا گذشت زمان احساس نمی‌کنه. بارک الله فیکم. تشکر از تک تک شما عزیزان. ادامه ازدواج و این مسائل رو فردا انشاءالله در برنامه نسیم رحمت میتونیم پیگیری بکنیم. موضوع انشاءالله ادامه خواهد داشت. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان در نسیم رحمت همراه خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان باد.
صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. جزاکم الله خیر. جزاکم بارک الله فیکم.